نام خدا. امروز 19 اسفند 1403 اینجا گلخونه آقای عرب نعمتی. ما میخوایم غلظت 2 در 1000 ماریو پولو رو روی خیار تست کنیم و ببینیم که بعد 24 ساعت‌های اثری از گیاه‌سوزی روی بوته‌ها و همچنین گل‌ها و میوه‌های خیار میده یا نه. من این فیلم رو قبل از محروق باشی خواستم بگیرم و وضعیت کلی بوته‌ها رو بررسی کنیم. به نام خدا. امروز 20 اسفند 1403 اینجا گلخونه خیار آقای عرب نعمتی در ورامین. ما دیروز غلظت 2 در 1000 ماریو پولو رو روی خیارا تست کرده بودیم. حالا امروز میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا اثری از گیاه‌سوزی روی برگا و میوه ها داده یا نه. 4 تا بوته اول رو به عنوان تیمار در نظر گرفته بودیم. میخوام زیر برگا رو نشون بدم. رگ برگا کاملا سالمن. روی برگا هیچ اثر و ردی روی میوه و گل ها نذاشته. این هم گل